Hello everyone. Today I'm going to teach you how to speak about actions in past. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطور در مورد کارهایی که در گذشته انجام دادیم صحبت بکنیم. As you remember، همونطور که یادتون میاد، اگر ویدیوهای قبلی من رو دیده باشین، در مورد کارهای هر روزه صحبت کردم که چطور میگم من هر روز یا هر هفته، هر ماه، هر سال این کار رو انجام میدم. یک فرمول خیلی ساده داشت. فاعل به علاوه فعل ساده به علاوه every، حالا اگه day باشه یعنی روز باشه میشه day، every day. اگه هر هفته باشه میشه every week. اگه هر ماه باشه every month. اگه هر سال باشه every year. For example، برای مثال I go to work every day. من هر روز به سر کار میرم. اگر بخوام همین جمله رو به زمان گذشته مشخص نسبت بدم، مثلا بگم من دیروز به سر کار رفتم، باید فعل go که فعل رفتن هست رو به گذشته تبدیل بکنم. در زبان انگلیسی برای تبدیل فعل به حالت گذشته 2 تا فرمول داریم. یا فعل به صورت حفظی کاملا عوض میشه یا با اضافه کردن یک ایدی به اون فعل رو به گذشته تبدیل میکنم. براتون مثال میزنم. همین فعل رفتن، فعل go، اگر به گذشته تبدیل بشه میشه went. اینجا میگفتم I go to work every day. من هر روز به سر کار میرم. ولی اگه بخوام بگم من دیروز به سر کار رفتم، چطور باید بگم؟ I گذشته فعل go went to work yesterday. حتما زمان مشخص گذشته رو در آخر جمله یا اول جمله میگم. پس یه بار دیگه مقایسه ای. I go to work every day. من هر روز به سر کار میرم. اما گذشتهش میشه I went to work yesterday. من دیروز به سر کار رفتم. اگه بخوام بگم هفته پیش رفتم، یک عبارت last اضافه میکنم، میگم last week. هفته پیش رفتم. I went to work last week. من هفته پیش به سر کار رفتم. و اگه بخوام بگم ماه قبل، دوباره عبارت last به علاوه month. اگه بخوام بگم سال قبل، شما بگید چی باید بگم؟ I went to work last year. حالا اگر بخوام فعلها رو به زمان گذشته برگردونم، گفتم بهتون 2 حالت داره. یه حالتشه که کلی عوض میکردیم، مثل فعل go که به went تبدیل میشه. اما بعضی از فعلها با اضافه کردن ایدی به آخر فعلها به گذشته تبدیل میشه. For example، فعل تماشا کردن watch. میخوام بگم من دیروز فیلم تماشا کردم. I فعل watch به علاوه ایدی I watched movie last night. شب گذشته که خواستم بگم yesterday، گفتم last night. I watched movie yesterday. من دیروز فیلم تماشا کردم. میتونم last night هم بگم یعنی شب گذشته، last week هم بگم هفته گذشته، last month بگم ماه گذشته و last year سال گذشته. حالا این جمله رو در زمان هر روزه و تکرار میگم. I watch movie every day. من هر روز فیلم تماشا میکنم. حالا اگه بخوام بگم من دیروز فیلم تماشا کردم، چجوری میگم؟ I watched movie yesterday. زمان مشخص رو باید بگم. این بهترین روشیه که ما میتونیم تمرین بکنیم. اتفاقاتی که در گذشته اتفاق افتاده رو بگیم و مستقلاً پشت سر هم و چند جمله، شاید هم یه پاراگراف